در مشروطیت در مقابل استبداد شعار عدالت قرار می گرفت و از عدالت مجلس زاییده شد و قانون زاییده شد و قانونمندی رواج پیدا کرد و دوری از حکمفرمایی و حکمرانی افراد و رفتن به سمت عقلانیت و به سمت آزادی. در فضای دروغ، در فضای تباهی، در فضای فساد، در فضای نبود عدالت، در فضایی که افراد به فکر این هستن که هر روز سفرهشون کوچکتر میشه و زیر وامهای سنگین خورد میشن و بیپناهی، طبیعی است که زمینه آزادی هم از بین میره. آزادی در شرایطی امکان تولد و بقا و توسعه پیدا میکنه که افراد یه فرصتی پیدا بکنن برای اندیشیدن به سرنوشت خودشون. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه جا وطنم 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 وطنم، همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان، همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان، همه شاد و خوش و نغمه زنم ز سلامت ایران جوان، ز سلامت ایران جوان، ز سلامت ایران جوان.
نواگر این چمنم